برادران عزیز و گرامی، میخواستم یک سخنی جناب حضرت عثمان رضی الله عنه که باید شما همگان دانید که حضرت عثمان داماد پیامبرمان بودند. یعنی ابوبکر و عمر رضی الله عنهما خسرهاش بودند و حضرت عثمان و حضرت علی داماداش بودند. الله مهربان از همشان راضی باشد که بسیار در حق جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جان فدایی زیاد کردند. بسیار خادمهای بهترین بودند و حتی پیامبر نازنین هم از بعد خودشم دلالت ما کرد که هر عملی را که از اینها دیدین از اینها پیروی کنید، پیروی از این چهاریار من کنین. حتی عز و علیها بالنواجیز گفت هر رفتاری که از این 4 نفر دیدین اونها را به دندانهای کرسی تان مستحکم بدارید. اینقدر مقصد گویم حبیب خدا به اینها اعتماد داشتند و اینها هم گویم همیشه در پشتیبانی پیامبر نازنین بودند. و اینها هم برادران عزیز اکو هیچ کدام اینها یگان مدرسه و یگان مکاتب نخواندند. همه اینها را گویم مدرسه شان، مکاتب شان، اونیورسیته شان همون مسجد بود. مسجد را که گویم رهبرش، مدرسش، معلمش محمد صلی الله علیه و سلم بود. هرگاهی که اگر برادرای عزیز مدرسه یا مکتب یا وقتی که مدرس به همین طرزی که حضرت بود و مدرسهش بود، ببینین چی فرزندای خوبی را، چی شخصیت‌های بهترینی را از این داخل برادرای عزیز بیرون کردن. یکی از آن گویم طالب علمای همون مدرسه این حضرت عثمان رضی الله عنه بود. پیامبر گرامی حضرت عثمان را بسیار دوست می داشتند. حتی بینید که نوبت به نوبت 2 دخترش حضرت به حضرت عثمان دادند. وقتی دویم دخترش هم که در نکاح حضرت عثمان بود که ای دنیا گذشت، حضرت از روی محبت گفت ای عثمان اگر 3م دخترم می داشت و می دادمت. برای همین حضرت عثمان برادران عزیز با مالش با جانش هم خدمت میکرد، با مالش هم خدمت میکرد. مال خودش همیشه گویم نثار دین پیامبر میکرد. به همین خاطر بود که وقتی که برادرای عزیز حضرت عثمان تمامی گویم اسکرهای پیامبر مجهز گردانید، از شتر و از کارد و از تمامی بگیم همون اسلحه های جنگی. حضرت عثمان وقتی این کارها را که انجام داد، 100 شتر میتاد، 100 اسب میتاد، 100 جل میتاد، میارد دینارهاش در پیش پیامبر میریزد. حضرت دستش بردار گفت ما ضر عثمان و عمل بعد الیوم. عثمان از همین روز اعتباراً اگر یگان کاری ثوابم که دیگر اگر نکنی تو واجب الجنت شدگی. یعنی این از 10 یار بهشتی هم بود. 10 نفری که در حیات گویم اینها بشارتی به جنت گرفته بودند،
یکتاش عثمان ذی‌النورین بود. برای چی ذی‌النورینش میگن؟ برای صاحب دو نور، همون دو دختری پیامبر در نکاش بود. و این خاطر عثمان ذی‌النورین میگفتن. عثمانی که دو نور از پیامبر نازنین مقصد با آنها حیات داشت و زندگی کرد. خیلی بنده خوشبخت بوده که داماد پیامبر باشی. وقتی که میگه بار حضرت میگه در حیاتش میگذاره که پیامبر نازنین هفته ها میشید برادرای عزیز، هفته ها میشد که حضرت عایشه مادرمون میگه ما با دو چیز فقط روزگذرانی میکردیم، یکی خرما بود یکی آب بود. ما نان و گوشت و اینها را احیانا دریاب میکردیم. میگه بار آمد پیامبرمونم شاید یگان گرسنگی غلبه کرده بود و بسیار یک گویم همین لحظه خوراکخوریش بود. وقتی میاد در خانه که میبیند حضرت دست دوست میداشت، از حیوان دستش خوردنش دوست میداشت. میاد میبیند که دستی پخته از گوسفند، میگه فاطمه را فریاد کنین. فاطمه را فریاد میکنن، میشینن و بعد آن میگه پیامبر نازنین میپرسد این از کجا آمد؟ بعد میگن که حضرت عثمان روان کرده است. عثمان یک مالی را ذبح کرده است و دستاش پخته و به جناب شما روان کرده است که در حقش دعا کنیم. برادرای عزیز میدونیم پیامبر در حق عثمان اینجا چی دعا کرد؟ میگه دستش برداشت گفت الهی، گفت من از عثمان راضی شدم، تو هم از او راضی باش. من از عثمان راضی شدم، خدای تو هم از عثمان راضی باش. این بسیار یک الحمدلله برادران عزیز و گرامی که این گویم کلمه های عادی نیست از زبان یک پیامبر نازنین که هر یک حرف ای پیش خدا قرب داره، هر حرف ای پیش خداوند منزلت مقام داره، که وقتی برداره دستش بگه الله مهربان من از عثمان راضی شدم، تو هم از او راضی باش. برای همین این عثمان برادران عزیز بسیار یک محبوبیت داشتن، بسیار یک محبوبیت داشتن. حالی از باب معجزه های پیامبر میگذرد، میگه وقتی که در تق تق شد میگه پیامبر من گفت رفته کشاین کو کی است؟ میگه گفتن عثمان ای. گفت بگو در آیا. در آمد. میگه پیامبر خوش آمدی کردن عثمان، بیا. گفتن عثمان لیکن بدان گفت که تو مظلومانه کشته میشه. حضرت در حیات الله که گویم این خبر دادش که تو مظلومانه کشته میشه. حقیقتا همون مظلومانه ای که گفت تو گردنت بریده میشه و خون تو در بالای همون آیتی که فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، در بالای همین آیت قرآن گفت خون تو ریخته میشه. برادرای عزیز و گرامی، زمانی که حضرت عثمان در خانه بود، گردی خانهش گردی حمایی بود، وقتی وارد خانه شدن برای نابود کردنش، حضرت هم روزدار بود و هم قرآن میخواند. هم روزدار بود و هم قرآن میخواند. خانومش حکایه میکنه، میگه که همون روزی که باید کشته میشید، میگه گفت که من رسول الله را خواب دیدم. گفت چی خواب دیدی؟ گفت که عثمان افطار امروز در نزد ما میکنی. در خواب میگه مرا گفت که افطار تا در نزد ما میکنی. یعنی همون روزی که روزه دار بودن، همون روز برادر عزیز وقتی عثمان کشته میشوه و ولی همون قرآن
یا در لنینگراد است یا در همین تاشکند است، همون قرآن عثمانی که در همون آیت قرآن همون داغی خونش در بالای همون آیت قرآنی که فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم، گمان میکنم از سوره مبارکه بقره است، در همین آیت قرآن خون حضرت ریخت. این گویم یکی از شاگردهای مکتب پیامبر نازنین ما بودند و بسیار این گونه جوان مردها را مکتب پیامبر ما تربیت کردند. بسیار شخصیت هایی که از همه جهت مکمل بودند، از همه جهت. همین سخن حضرت عثمان برادران عزیز من خواستم که به شما رسانم تا این عزیز خدا را با این قدر خیری که در نزد پیامبر گرامی داشتند، سخن او حضرت شما گوش اندازین که حضرت عثمان ما را چی میگه. میگد که خمسون هن علامت المتقین. میگه دانین که مرد متقی 5 نشانه داره. برادر عزیز، متقی در خدامون یک نفری که اگر یک اشاره میگیم بسیار بچه با تقوا هست، بسیار بچه با تقوا هست. یعنی مقصد از متقی، مقصد از تقوا پرهیزکار. متقی را برادرای عزیز یا تقوا را معناش امتثال الاوامر و اجتناب نواهی. هر کسی را میبینی که هر یک عملش از فرموده الهی خالی نیست. هر کاری که میکند میبیند که آیا همین کار من بر خلاف گفته خدا نیست. وقتی انسانی که با همین شکل زندگی میکرده است، این را میگن پرهیزکار. پرهیزکار و کسی نیست که در ماه پرهیزکار یک کسی که ارسیکولا نخوره میگم بسیار پرهیزکاره، یا یک تارتانه میخوره میگم بسیار پرهیزکاره. برای این پرهیز برادر عزیز یا این عنوان صاحب شدن به تارت نخوردن و به ارسیکولا نخوردن نمیشود. من تارت نخورم، ارسیکولا را نخورم، لیکن برادر عزیز و گرامی بسیار امرهای خدا را پایمال کنم. چی معنی داره؟ چی معنی داره؟ برای همین 5 نشانه را حضرت عثمان برادران عزیز گفت از هر کی دارا باشه همین عنوان متقی را دارد. یعنی او را میشود که گویم که شخصی پرهیزکاره. و این متقی بودن، اولی بینید قرآن چی میگه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خدا را میگه در بین همین همه مردمی که در روی عالم وقتی میگه ایمانی به الله داریم یا مسلمانیم، خدا میگه در بین همه اینها میدونی کدامش مقصد اکرام دارد، کدامش عزت دارد در نزد من؟ همان کسی که پرهیز دارد، همون کسی که همین عنوانی متقی را دارد، پرهیزکاره. پرهیز میکند، هیچگاه یک کس تحقیر نمیکنه. پرهیز میکنه، هیچ وقت حسد به کسی نمیخوره. پرهیز میکنه، کسی را در غایبش غیبت نمیکنه. ببینید
یعنی پرهیز این با بودن مردم و نبودن کار نداره. این در پشت پرده هم همه آدمای، به پرده هم همه آدمای. گفت یکم نشانش کیه؟ یکم نشانه آدمی متقی. ولی آدم اگر با صاحب این عنوان شوه، اگر کسی در این گویم حلقه اگر داخل شوه، با میدونه که قرآن ولی سوره طلاق بینین، با این متقی شدن به این عنوان رسیدن یک زوانیه بگیم در اسلام. میگه و ما یتقی الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. الله ربی میگه کسی اگر به همین مقام برسد، یجعل له مخرجا، یعنی کارهای این آدم هیچگاه بند نمیشود. ولی بسیار آدمایی هست که میگه هیچ کارم برادر عزیز پیش نمیروه، هیچ آبم رنگ نمیگیره. ببینید خدا میگه اگر کسی به همین مقام برسد، آبشم رنگ میگیره، پیش راه کارشم هیچ چیز نمیگیره. و یرزقه من حیث لا یحتسب، کسانی که به این مقام خودشون رسانیدن. و این 5 چیزی که حضرت عثمان میگه از خود کردن، ما چیکارشون میکنیم؟ رزقشان میرسانیم از جایی که در گمانشان نیست. در دیگر آیت خدا میگه، سوره همین طلاق آیت دیگرش، و من یتقی الله یجعل له من امره یسرا. ببینید هر کسی که اگر به این مقام میرسد، به این منزلت میرسد، یجعل له من امره یسرا، همه کاراش، ببینید همه کاراش آسانی داره، یگان زحمت و مشکلات دامنش نمیگیره. الله میگه ان الله مع المتقین ان الله یحب المتقین. خدا میگه من همراه همون کسانی که در همین مقامن، در همین منزلتن، اگر من همراهشانم، من دوستشان میدارم. ببینید با خدا یارا دوست میداشته، با خدا میگه همراهشانم. پس من اینها را برای چی پیشتر ناگفته از این 5 چیز برای شما گفتم؟ تا ما در این اشتیاق پیدا کنیم، تا ما دنبال این 5 چیز باشیم که این چی باشد که من اگر در خودم اینها را جمع کنم، یه الله من را دوست می داشته، الله همراه من بوده، رزقی که در گمانم نیست میتم، کارام آسان میکرده، همشه همون نفر میداست که اگر در همین مقام باشه. گفت یک، ان لا یجالس الا من یصلح الدین معه. یک برادران عزیز، یکمش چی بوده است؟ نفری که خواهد که به این مقام رسد یا در همین مقام باشد، همیشه با کسانی میشیند که بینه فقط و فقط در دینش بهبودی مییابد. ولی الله در قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا مع الصادقین. در دنیا کسانی را برای خودتان همنشین انتخاب کنین که اونا از زمره آدمای صادق باشند. یعنی انسانهای قطعی برادران عزیز ما نشینیم که بجز خوبی از اونا چیز دیگر نآموزیم. زیرا برادران عزیز و گرامی، همنشین بین یکم نشانه آدم متقی میگد همین است که دایم جای نشستش میداند با کی بشینه. یا برای این مقام رسیدن یکم وظیفت همینه، باید همنشین تا تو دانی که کیه.
حضرت رومی میگفت نار خندان باغ را خندان کند. نار خندان باغ را خندان کند. صحبت مردانت همنشین اهل معنی باش تا هم عطا یابی و هم گردی فتا. حضرت رومی را بین، همنشین اهل معنی باش تا بچم حرکت کن که همنشین اهل معنی باش. برای چی؟ حضرت ابین میگه میدونی حاصل این چیه؟ هم عطا یابی و هم گردی فتا، هم اجر میابی، هم این عنوان و منزلت هم میابی، هم گردی فتا. فتا به معنای جوان مرد، ببینین، به معنای انسان بناموس، انسان بننگ. وقتی می نشینی تو همین پیدا میکنی. عزیزای خدا میگفتن صحبت مرد خدا مردت کند، صحبت هر ناسزا سردت کند. ببینین، صحبت هر یک ناسزا سردت کند. یکم نشانش همین برادر عزیز. از این همنشینی ها وقتی که میبینی که میلت هست، خواهشت هست، محبتت هست، معلوم است که انشاءالله الکی در تو همین مقام و همین منزلت یکیش الکی در تو هست. دویم و یغلب الفرج و اللسان. دویم نشانه به این مقام رسیدن، انسان یک شرمگاهش، یک زبانش همیشه حفظ میکنه. ببین قرآن میگه والذین هم لفروجهم حافظون. الله مهربان میگه یکی از مؤمنهایی که در پیش من نجات میابند کسانی هستند که شرمگاهاشون حفظ میکنن. خواه مرد خواه زن، مقصد برای این نآمد است که در دنیا دست به فحشا و دست به زینا و دست به حرام بزنه. حفظ کردن به معنای پاک نگه داشتن. ببینید، پاک نگه دارید. هیچگاه مقصد اینها را بجز در راه حلال در راه حرام هیچ وقت صرف نکنید، استفاده نبرید. هر کسی که البته شرمگاهش و زبانش حفظ میکرده است، برادران، یکمش که آدمایی که در این مقامن انا همینها را دارن و آدمایی که خواهم به این مقام رسن، گوش کنید که این 5 چیز اگر همینها را در خود جمع کردی تو انامین عنوان متقیده انشاءالله رسیده ای. زبانم همچنان، زباناتون هم حفظ کنید. 3 چیز الله مهربان میگه دوست میدارم و 3 چیز بسیار بد میبینم. یکی از اون 3 چیزی که بد میبیند قیل و قال. ببینید، گفتند و میگن، گفتند و میگن، این چیزهایی هست که اساس ندارند. یعنی اینا تحقیق شده نیستند، اینا اعتماد ندارند. وقتی اینها را هم که گفتیم معلوم است که ما زبانمون حفظ نکردیم. پیامبر میگه بهترین مسلمان من سلم المسلمون من لسانی و یدی. بهترین مسلمان، برادر عزیز، خوبترین مسلمان نفری بود است که از دست و از زبانش هیچ کس آزار نمیابد. خدا کنه برادر عزیز ما از زمره مسلمان ها باشیم. لیکن افسوس که از همه زبان های همیتا درشتی، از زبان های بسیار خشینی
از همین زبانهای بسیاری بسیار گویم خاردارمان دین ما هم بدنام کردگیم و همچنان بگیم که در همین داخل دینمون لیکن همین دین هم ایما هیچ خیر برکت هم نمیابه. دویم نشانه آدمی متقی همین است برادر عزیز. سیوم و اذا اصابه شیء عظیم من الدنیا یراه وبال و اذا اصابه شیء قلیل من الدین اغتنم ذلك. حضرت عثمان گفتن هرگاهی که انسانی که اگر در این مقام باشد یکی از دنیا غنیمتی بسیار به دستش برسد، مبلغی بسیار به دستش بیاد، میگه غمگین میشود. غمگین میشود که چرا اینقدر مقصد درآمد زیادی در دست من جمع شد. هرگاهی که اگر میگه اندکه که اگر از علم به او برسه او را غنیمت میداند. بسیاری از مال در ناراحت میشود، غمگین میشود، حتی ای را برای خودش هم ممکن یک مثل که غضب بدانه، ولی اندکه که از علم اگر چیز برخوردار شود میگه ای را غنیمت میشماره. چهار ولا بطنه من الحلال خوفا ان یخالطه من الحلال من الحرام. میگه شکمش از حلال پر نمیکند. ولا یملأ بطنه من الحلال. شکمش هیچگاه اگر حلال هم که بیاود شکم پر نمیکند. برای چی؟ خوفا من ان یخالطه من الحرام. شبهه میکنه که یکی از همین قدری که من خورده سم در بین همین ها یگان لقمه از حرام نباشه. یکی میترسه یکی مبادای مقصد من یگان لقمه از حرام تناول نکنم. زیرا پیامبر میگو کل جسد نبت من الحرام فالنار اولا به. هر جسمی که اگر حرام تناول کند او ارزنده آتش جهنم دارد. خدا رحمت کند. که ای دوستای خدا را در کتاب خواندم، میگه فقط یک دعا داشت. میگه الله مهربان زارک کرد، خواهش کرد، گفت خدایا همین یک دعای من در همین دنیا عملی شود، همین یک دعام عملی شود. خدایا من همین قدر خواهش دارم از تو، یک دعا. میدونید که این چی دعا بوده است؟ چی دعا کرده است؟ دعاش همین بوده است که پروردگارا هرگاهی که اگر در کجایی که رفتم اشتراک کردم، اگر همون لقمه را که در پیش من میمونن اگر یا حرام باشه یا شبهه باشه، یا انگشتام رگ بکشن بفهمم، یا هرگاهی که اگر در دهنم گذاشتم خب گلوم کار نکنه که اون را فرو برم. خدای همین قضا دارم، همین ماندمش اگر که مقصد که از همون زمره باشه، خدایا همین گلوی من را کار بگی که فرو نبرش، یا ماندم اگر دست من دراز کنم دستم رگ بکشه که فهمم که همین چیز ای شبهه های. میگه همین آدم در حیات دنیا داشت قبول شدگی بود. زنگی چخیلی که در خمون یک سنجیش های، میگه یه حضرت همه جا میبردن، همین که میخورد مردم میخورد، اگر نمیخورد مردم نمیخورد. چخه احتیاط میکردم برادر عزیز، از حرام احتیاط میکردم. برای همین حضرت مولایی میگفت هر کی آخر بین بود او مؤمن است. کسی همیشه و همیشه آخرت فکر میکند، دنیاش نه. فقط آخرتم چی میشود؟
میگه وقتی آدم آخربین بود او مؤمن است، هر که آخربین بود او بدین است. لیکن کسی اگر آخرجش فکر کنه او دین نداره. میگه فکر آخرجه دا باشی دین نداری، فکر آخرت دا باشی میگه او دین داره. پنجم برادر عزیز، و یر الناس کلهم قد نجوا و یر نفسه قد هلکت. پنجم نشانش چی بوده؟ گمانی همه آدم همی بوده است همین مردم ای حساب اعمال پیش خداوند ببینین رهایی میابند و همه جنت میروند، لیکن من به همین نامه اعمالم نجات نمیابم. خودش همیشه در قطار آدمای هلاک شده میشماره و مردم همه را اهل نجات میدانه. این پنج چیزی بود برادران عزیز و گرامی که جناب حضرت عثمان گفتند شما اگر این پنج چیز در خودتان جمع کنین شما هم به همین مقام میرسین. و اگر کسی در همین پنج چیز باشد دانین که او به همین مقام متقی وای رسیدگیه، وای آدم پرهیزکاره. او را اگر ما با تقوا بگیم یا پرهیزکار بگیم انشاءالله اشتباه کردگی نیستیم، انشاءالله خطا کردگی نیستیم. الله عاقبت مانا بخیر کنه، ایمان مانا با سلامت نگه داره. ای حضرت عثمان رضی الله عنه یادآور شدیم و امروز در تاجیکستان ما هم نام های عثمان بسیاره. خدای مهربان عثمان ها مانا باید زیاد کنه و همون مقام و مرتبه‌ای که حضرت داشت خدای بر این فرزندای ما و شما نصیب بگردانه. و خدای مهربان دعا میکنیم که حاجی بابا را رحمت و مغفرت کنه، اپامون هم رحمت و مغفرت کنه. همه شما اشتراک کننده را خدا قدماتون در حسنات و خدای مهربان کمبودی ها و لغزشاتون را با فضل کرمش بخشیده گردانه. همیشه برادرای ما از مهاجرت دویم دعا طلب میکنن. خدای مهربان تمامی برادرای ما که امروز بیرون از جمهوری من هستند، خدای مهربان بسیاری هاشو میشنویم بیمارن، خدا شفاشون نصیب کنه. بعضی هایش که گذشتن خدا رحمت و مغفرتشون کنه و باقی هایی که هستن خداوند کاراشون در برار بده، برکتشون بده و الله در حفظ امانش نگهشون بداره. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب. السلام علیکم.